نیاز آبرامیز هستم، دانشجوی کورس سوم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد سیفالدین عاصمی. میخواهم بهرتان غزل از استاد مولانا جلال الدین رومی قرائت کنم. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است، دقت بکنی نور خدا در دل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خدایی؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در محضر ما راز معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کم کعبه آمار خودت باش، چنگ به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است، تصویر خدا واضح و چشمان انتخاب است. شاید که بوت در وسط ذهن من و توست، باید بوت خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تنمان است، نزدیکتر است خون و رگی گردنمان است. تشکر به دقتتان. چطوره که به همگان معلوم است 30 سپتامبر با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سراسر کشور محبوبمان روز جلال الدین بلخی قید کرده می شود. من زرینبای و موزونه دانشجوی کورس اول اختصاص انرژتیکا دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد جان عاصمی می باشم. می خواهم برای شما از ایجادیات جلال الدین رومی یک پارچه را قرائت نمایم. بشنوزنه چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگاری وصل خویش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی که از زن خود شد یار من، از درونی من نجست اسرار من. سیر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن دستور نیست، لیک دیدی جان را مستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. جوشش عشق است کاندر می فتاد، نی حدیثی آنکه از یار برید. پرده هایش پرده های مادرید، همچون نی زهره و تریاقی که دید. همچون می دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیثی راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. در سنه 30 سپتامبر ابرمرد، دانشمند، شخص تاریخی، چهره نمایان خلق تاجیک استاد جلال الدین رومی به دنیا آمده است. امروز در عرفه زادروز آن کس ما قرار داریم. می خواهم بهرتان غزلی از ایجادیات جلال الدین رومی قرائت کرده باشم. ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم. ای مطربا، ای مطربا، دف شما پرزر کنم. ای تشنگان، ای تشنگان، امروز سقایی کنم. وین خاکدان خشک را جنت کنم، کوثر کنم. ای بیکسان، ای بیکسان، جا الفرج، جا الفرج. هر خسته غم دیده را سلطان کنم، سنجر کنم. من غصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم. من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. ای عقل کور، ای عقل کور، تو هرچی گفتی صادقی. حاکم تویی، حاکم تویی، من گفتگو کمتر کنم. تشکر به دقتتون. السلام علیکم، میرزا جان فریب جان هستم.
دانشجوی کورس یکم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان عاصمی یک غزل را از ایجادیات جلال‌الدین رومی پیشکش شما نمایم. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. یک دو سه روز در این ملک جهان مهمانیم. با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. چشم بگشا و ببین جمله کلام الله را. آیت همگی معنی قرآن ادب است. شمس تبریزی بکن ذکر خدا با ملکوت. نغمه پردازی این مرغان سخندان ادب است.